میکنیم مرکز کردن. یادته که از جلو فشار می آوردیم، از بالا و از بغل. تفاوتی که توی بشقاب داره با بقیه کاری که میساختیم اینه که ارتفاع چونه‌ای که مرکز میکنیم باید پایین تر باشه، یعنی خیلی نباید بالا باشه. خب میبینی ارتفاعش پایین تر. یه کوچولو بازم سطحش رو صافتر میکنم، با ابر میام آروم آروم میام به بغل. حتما 2 دست بگیر ابر رو که کنترل داشته باشی. خب بازم شروع میکنم از بالا فشار دادن به کفه تا ته نمیرم. دو تا شست به طرفین میکشم. قرار نیست که نازک کنیم کفه کار. اینجا حتی ضخیم‌تر کارهای دیگه باید باشه، چون بشقابه برداشتنش سخت میشه. دوباره یه بارم میام از زیر کار مراقبم و از وسط دستم آروم آروم میارم به بغل. خیلی سخت نیست. سخت و نسبت به سنتر کردن اون مثلا ارتفاع دادن اینا یا راحت‌تره. شاید هم یادت رفته. به اونم بستگی داره. اگه باز متوجه نشدی بگو توضیح بدم. جایش برات سواله؟ نه.